محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه پروردگار، پیش از همه خداوند جل و علا رو حمد و سپاس و ستایش زیاد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. و در حقیقت همه نعمت‌های پروردگار جل و علا زیبا و مفید و با برکتند اگر انسان به قدر نعمت‌های پروردگار جل و علا برسد، شکر کند، سپاسگزاری کند. خداوند جل و علا نعمت‌ها را برای او مفید و منفعتناک و مبارک و با برکت می‌گرداند. برادران عزیزم، ما در بهترین روز قرار داریم. پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. رواه مسلم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین روزی که در آن آفتاب طلوع میکند این روز جمعه هست، روزی که آدم علیه السلام خلق شد، بابای ما و شما. و فیه ادخل الجنه، و در این روز داخل جنت گردید. و فیه اخرج منها، و در این روز از جنت خارج شد، یعنی به این دنیا فرستاده شد. و در فضل این روز، فضیلت های این روز، حدیث صحیح از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. نمازهای پنجگانه، هر یک نماز تا نمازی دیگر، نماز جمعه تا جمعه دیگر، رمضان، ماه مبارک رمضان تا رمضان دیگر، مکفرات لما بینهن. اگر انسان بر دوام در نمازهایش، نمازهای پنجگانهش مستحکم باشد، هر جمعه نماز جمعهش را بخواند، روزه های رمضان را روزه بدارد، مکفرات لما بینهن، یعنی این بین بخشیش گناهان می شود اگر از گناهان کبیره اجتناب و دوری کند، به مانند گناهان غیبت، گناه دروغ، گناه فتنه‌گری و دیگر گناهان کبیره زیادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: فیه ساعت لا یوافقها عبد مسلم و هو قائم یصلی. در روز جمعه یک ساعتی هست، یک ساعت اجابت دعایی هست اگر بنده مسلمان در نماز باشد، از خداوند هر چیزی بخواهد، بر دعا باشد، از خداوند هر چیزی که طلب کند، الا اعطاه ایاه، خداوند دعاهایش را اجابت میکند. و اشار بیده یقللها، و به دستشان اشاره کردند که همین لحظه های اجابت دعا در روز جمعه بسیار اندک است. محدثین گفتند این همون لحظه ای هست که بین دو خطبه امام میشیند و لحظه دعا میکند، همین لحظه اجابت دعا هست. و لحظه های دیگر بین نماز عصر و شام وقتی اجابت دعا هست. و پیامبر در حدیث صحیح دیگر میگویند که در این روز به من صلوات زیاد بفرستید که درود و صلوات و سلام شما بر من میآید و میرسد. برادران عزیزم، چنانکه که شما میدونید امروز ششم ماه محرم سال 1446 است. ماه محرم نخستین ماه در سال شماری هجری قمری به شمار می رود. در سال 16 هجری در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه با مشورت صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و با تایید حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه و حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، ابتدای سال شماری هجری قمری را ماه محرم معین کردند که در فضیلت این ماه حدیث های زیادی آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بهترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان روزه گرفتن در ماه محرم است. این یکی از 4 ماه حرام است، یعنی در آن جنگ، خرخشه کردن، ناجوری کردن، قهر کردن، قطع کردن مناسبت‌ها حرام است. مراد از این 4 ماه حرام ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب می باشد.
بعضی از فضیلت‌های ماه محرم را مختصرا ذکر میکنیم. نسبت دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماه را به خداوند، شهر الله المحرم، در حدیث همین چنین آمده است که شهر یعنی ماهی مخصوصی خداوند جل و علا. بیانگری آن می باشد که این ماه نزد خداوند جل و علا منزلت و خصوصیت های خود را دارد. روزه گرفتن در این ماه محرم، ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند بهترین روزه بعد از ماه رمضان ماهی خداوند که ماه محرم نام دارد. خداوند حضرت موسی علیه السلام و قومش بنی اسرائیل را از ظلم و ستم فرعون و فرعونیان و حکومت او در همین روز نجات داد و قوم فرعون را در آب غرق کرد. یهودیان را در همین روز به خاطر نجات یافتنشان روزه شکرانه میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمود از یهودی ها کرده ما به موسی علیه السلام نزدیکتریم. در حدیث دیگر آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر سالی دیگر زنده باشم، در حیات باشم، خدا خواهد 2 روز روزه میگیرم، روزی 9 یا 10 یا 10 یا 11. برای همین سنت است که روزی 1 روز پیش یا 1 روز بعد از روزی 10 روزه بگیرد. امروز ما در روز 6 ماه محرم هستیم، روزی 9 یا 10 بگیرد یا اینکه روزی 10 و 11 رو روزه بگیرد. خداوند جل و علا به این روز قسم میاد کرده است. خداوند در سوره فجر قسم میاد کرد چنان که میفرماید سوگند به شب‌های 10 گانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر. سوگند به شب‌های 10 گانه. ماه محرم بهترین ماه‌های سال به شمار می رود، زیرا اولا پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماه را به خداوند جل و علا نسبت دادند. ثانیاً بهترین ماهی 4 گانه است. دیگر اینکه بهترین روزها در این ماه دهه اول این ماه است. حرام گردیدن ظلم و قتل و فسق و فجور در این ماه حرام گردانیده است و از همین لحاظ این ماه منزلت عالی دارد. لا تظلموا فیهن انفسکم، در این روزها، در این 4 ماه به خودتان ظلم نکنید. هر آینه ظلم در این ماه حرام است. برادران عزیزم، چنانکه که ما درک کردیم و فهمیدیم که این ماه ماهی است که عدل و صلح و کامیابی و علم بالای ظلم و نفرت و ستم غالب اومد. ببینیم فرعون با تمام همون قدرتش وقتی خداوند جل و علا او را سلامتی کامل داد که بعضی مورخان میگن که زیاده از 300 سال حکمرانی کرد و هیچگاهی سرش هم درد نکرده بود در این قدر فرمان روایی. این سبب مغرور شدنش شد. باید به این قدر نعمت ها پرهیزگارتر میشد، انسان عابدتر میشد، این نعمت ها را شکر میکرد. اما متاسفانه مقام و جایگاه و ثروت و حکومت او را از راه حق دور کرد. این نعمت ها را خوب استفاده نکرد، چشمانش را تاریک کرد و تمام انسانیت در همون وقت عصر خود مخصوصا به بنی اسرائیل، من قوم بنی اسرائیل ظلم و ستم زیادی روا دید که خداوند جل و علا عاقبت هر فرعونیان را در قرآن برای ما و شما گفته است که هر کسی که ظلم و ستم و خونریزی و بیرحمی میکند عاقبتش هم در این دنیا خوار می شود و هم در آخرت. برادران عزیزم، ما امروز تصمیم گرفتیم که با شما در موضوعی کلیدی که انسان کامل را می سازد و انسان کامل را بدون دانش و خودشناسی تصور کردن ممکن نیست، در موضوع جایگاه علم و دانش در تربیه خودشناسی صحبتی داشته باشیم. خودشناسی شرط اول خیرتمندی است. انسان تنها در زندگی اجتماعی کسب و کمال میکند و راه کمالات و تربیه عقل شروع می شود که مصالح آن علم و دانش است. ببینید بزرگان اهل ادب تاجیک در باب علم آموزی ما را چنین هدایت کردند: خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی،
پاکیزه شو راست بیزی علم آموز از تاج نبیرگان آدم باشی. نمازگزاران محترم، در همه دور و زمان علم و دانش نیروی توانا، آفریننده، پر اقتدار و نجات بخش جامعه می باشد. در تعلیمات شریعت اسلام نیز علم و دانش موقع مرکزی داشته. دین مبین اسلام تمام انسانیت و پیروان خود را نوابسته از مرد و زن و سن و سال به آموزش پیوسته تشویق می نماید. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند علم گرفتن، علم آموختن برای هر یک مرد و زن نوابسته از سن سالشان برای آنها فرض است، برای آنها واجب است، برای آنها لازم است. چون که در حدیث آمده است می‌فرماید العلم نور، علم نور است یعنی روشنی است، و الجهل ظلمات، و جهل و نادانی این تاریکی است. در خانه‌ای که تاریک باشد و نه شمع باشد و نه روشنایی باشد، دستش را به هر جا دادن میگیرد که ناخواسته یکی سرش در یگان جا نخورد یا خودش پیشپایی نخورد. و ممکن است انسانی که در تاریکی می رود احتمال زیاد دارد که همین لحظه یا لحظه دیگر پیشپا بخورد، ناکام شود. این مثال انسانی جاهل است برادران عزیزم. اما انسانی عالم به مانند آن است که نه نیاز به چوب دارد نه نیاز به هیچ چیزی. پس هر کسی که علم میگیرد، علم دارد، ناممکن است که ناکام شود، ناممکن است که بدبخت شود، ناممکن است که محتاج دیگران شود. پس برادران عزیزم، همان جامعه و همان ملتی کامیاب است که علم و دانش هم علم دینی دارد و هم علم دنیوی دارد. به مانند یک پرنده است که دو بال دارد. عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال طلب العلم فریضة علی كل مسلم و ان طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. طلب علم برای هر یک مسلمان و مسلمان مرد و مسلمان زن فرض شده است و در حقیقت برای طالب علم تمام آن چیزی که در زمین و آسمان است برای او طلب مغفرت میکند. از جمله مخلوقات، زمین و آسمان، ملائکه ها برای انسان دانشجو نوابسته از سن سالش طلب مغفرت میکنند. پروردگار همین جوان، پروردگار همین جوان مرد، پروردگار همین بابا کوشش دارد که یک رونق، یک پیشروی در دینش، یک شناختی نیکی به خداوند داشته باشد، دینش را بهتر بشناسد، دنیایش را بهتر بشناسد، تا اینکه با سبب علم انسان میتواند به بشریت و انسانیت و تمام مسلمانان و پیش از همه به خود و فرزندانش کمک کند. به علم هیچگاه نمیتواند. به علم به خود ضرر میرساند، به فرزند خود، به همسر خود، به پدر و مادر خود ضرر میرساند، برای که او جاهل است و او نادان است و او در تاریکی است. اما انسانی که علم دارد احترام و پدر و مادر را همچون نوری چشم نگاه میکند، احترام میکند، خدمت میکند، به جامعه و همسایه به همه مفید و منفعتناک است. خدمتش به همه میرسه. پدران و بزرگان ما چنان شخصیتانی بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سلمان فارسی در بری آنها بود، پیامبر دستش را بر کتیف حضرت سلمان فارسی گذاشت و گفت سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست، اگر علم در ثریا باشد، در کیهان، بیشک مردانی از فارس آن را میابند، کوشش میکنند. چقدر بزرگانی داریم، بزرگان ملت ما، چون ابو علی ابن سینا، زکریای رازی، ابو نصر فارابی، عمر خیام، نصرالدین طوسی و صدها عالمان محققانی برجسته میراثی پرغناوت به علم و جهانی بخشیدند. البته ما با داشتن چنین میراثی بزرگ علمی گذشتگان خود افتخار میکنیم، اما از سوی دیگر افتخارات رویکی و سطحی دیگر به درد کسی نمیخورد. بسیاری حاجیان ما وقتی میپرسند که شما کی هستین، از کجایی، میگن از تاجیکستان. آیا میدونید؟ مگه بخاری را میدونید؟
امام بخاری رو میشناسید؟ میگه تمام دنیا او رو میشناسد. میگه ما از همون وطنیم، ما فرزندان و نبیرگان امام بخاریم، ابو علی ابن سیناییم، ما فرزندان و نبیرگان این بزرگانیم. باید آنها سرمشق زندگی ما باشن. نه تنها باید ما تعریفی رو یکی کنیم. کسی پرسید که ما سلمان فارسی داریم، امام ابو حنیفه داریم، صحیح بخاری داریم، مسلم داریم، ترمذی داریم، ابو علی ابن سینا داریم، عمر خیام داریم، مولوی داریم. پس خوب، بسیار خوب، گذشتگان خوب داشتین. اما خودت کی هستی؟ خودت چی کاری کردی؟ تو خودت چی خدمتی به جمعیت و جامعه کردی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند مسلمان به مانند بارانی نرم و گرم است که وقتی بر زمین میریزد زمینی مرده رو بیدار میکند و همه رو گلستان میکند، همه رو سبز میکند. یعنی مسلمان باید منفعتش به همه برسد، پیش از همه به خودش. خداوند جل و علا در سوره زمر آیت 9 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العظیم. بگو آیا آنانی که میدانند، علم دارند، تقوا دارند و خدا را شناختند و آنانی که نمیدانند، از علم و از دین دور ماندند، آیا آنها مساویند؟ آیا آنها برابرند؟ جز این نیست که صاحب خردان پند پذیر می شوند. آنانی که میدانند آنها میفهمند، آنها صاحب خرد و پند پذیر می شوند، میفهمند، خود را اصلاح میکنند. در این آیت قرآنی خداوند از اهل علم و دانشمندان ستایش میکند و محض صاحبان علم و خرد را پند پذیر عنوان میکند. پیام اولین و اصلی اسلام دعوت به خواندن و طلب علم است. در اولین آیت هایی که به پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردید محض به همین مسئله تأکید شده است. همین طور اولین آیت های قرآن کریم در ترغیب خواندن و دانش آموزی نازل شده است. برادران عزیزم، دستاوردهای علمی و تکنولوژی زندگی آدمان را آسان و سطحی نک و احوالی آنها را بلند می‌بردارد. برای کلاً بهبود بخشیدن زندگی انسان استفاده برده می شود. برادران گرامی، ضرورت آموزش علم و دانش یک حقیقت بی بحث است. شخصی از علم و دانش دور مانده در هیچ جای حیات موفق و کامیاب نمی‌گردد. متاسفانه امروز چقدر طلاق ها زیاد شده است، چقدر عائله ها پراکنده شدند. پیش اگر در یک محله یا در یک ناحیه یک انسان از عائله‌اش جدا بود یا اینکه نبود، خیلی کم دیده میشد. کلان سالان ما بهتر میدونن و همه انسان ها برای اشاره ملامت میگرفتن که نگاه کن چقدر بی تربیت است، همسرش رو طلاق داده است. اما طلاق دادن امروز شوخی شده است، بازی شده است، زندگی بازی شده است. وقتی اخلاق نباشد، وقتی آداب نباشد، وقتی انسان دین نداشته باشد، یعنی از دینش هیچ درکی نداشته باشد، به مانند نعوذ بالله حیوان می شود. از او دیگر هیچ خوبی انتظار شدن ناممکن است. یک خانواده را آوردن چهره و رو و چشم همه سیاه است. پدر و مادر دختر میگوید که دخترم را طلاق داده است، پسر میگوید که من طلاق ندادم. پرسیدن که چی است، مسئله چی است؟ وقتی میپرسن در چی حالت طلاق گفتی و چی شد که طلاق گفتی، من گفتم اگر هر روز زمین را بزنم طلاق، لیکن من این را هر روز نمیزنم، یک روز پس میزنم. این بی ادبی و بی اخلاقی و تاریکی و جهالت را ببینید. خندیده است، خیلی سرش دادم. چی گپ است؟ این چی حال است؟ برای چی خاک یکشید شوخی کردم؟ نعوذ بالله، زندگی جای شوخی دارد. وقتی میپرسیم از همون جوان، نه علم دینی دارد، نه علم دنیوی دارد، نه تربیت دیده است، نه اخلاق دیده است، نه در یک خانواده سالمی تربیت یافته است، به مانند وحشی است. این جهالت ها هم برادران عزیز گفتنی هم که همه ما و شما هم مسئولیم. موضوع امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مردم را به راه حق، به راه نکو امر کردن، توصیه دادن، راهنمایی کردن و از راه بد و از حرام ها و فتنه ها و بدی ها دور کردن، تنها وظیفه
امامان و خادمان دین و خطیبان و معلم ها نیست. وظیفه هر یک انسان است. یک جوانی رو بینیم اگر حقارت کرد، یک سخن قبیح گفت، اگر یک انسان، یک مسلمان شجاع بگد فرزندم با زبان با لحن زیبا بچه جان نگو همین حقارت نکن که برای تو نمیزیبد، آیا میخواهی که پیامبر و خدای تو از تو ناراض باشد؟ دیگر این حقارت را نکن، دیگر این غیبت را نگو. آهسته آهسته وقتی ما خود را اصلاح کردیم، پدر وقتی خود اصلاح باشد، خود اگر حقارت نکند، خود مفید و منفعتناک باشد، خود با علم باشد، پدر برای فرزند الگو هست، قهرمان است. فرزند هم پدر را ببیند اگر حقارت کرد حقارت میکند. انسان را سه محیط تربیه میکنه: پدر و مادر، اهل خانواده، مدرسه و مکتب و دانشگاه، و سیمین جامعه او را تربیه میکنه. اگر این دو سالم باشد، سیمین اگر سالم نباشد، حتما به اخلاق و به تربیه و حتما تأثیری بعدش به او فرزند میرسه. پس در هر یک کاری به توجه نباشیم. در کشتی کلانی همه سوار بودن، وقتی میرفتن یک انسان پیش پایش را میکند، با یک آهن تیزی تگ پایش را میزد میکند. برادر نصیحت کنید کی است یا پیش راهی را بگیرید که شکاف کرده ایستاده است کشتی را، هیچ گپی نیست، تو اون پیش پای خودش را شکاف کرده ایستاده است. درست است که پیش پای خودش را شکاف میکند، درست است که فرزندی تو نیست، فرزندی همسایه است، درست است که از محله شما نیست، از کوچه شما نیست، اما وقتی که کشتی پیش پای همو اگر که سوراخ شد، آب در آمد، تمام همون انسان هایی که در کشتیان همه غرق میشن. یعنی اگر ما به تربیه فرزندان خود، همسایگان خود به توجه باشیم، در آینده همه ناکام و بدبخت میشیم. خدا نکند که به این روز نرسیم. از پروردگار جل و علا تمنا و امیدوارم که خداوند این ملت سربلند و علم دوست و دین دوست را در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد. خردمندانی که ما نیاز داریم به مانند بخاری و مسلم و ابو علی ابن سینا و مولوی نیاز داریم، پروردگار مادران ما رو به مانند مادران آنها بگردان و تربیه ما رو تربیه حمیده بگردان، تربیه نیک بگردان، تا بتوانیم خود و فرزندان و جامعه رو اصلاح کنیم بر راه راست و راه نیک و پیشروی ها نائل گردیم. پروردگار این ملت و این سرزمین ما را از تمام آفت و بلاها در پناه عصمت خویشت نگهبان باش، کامیابی ها و سعادتمندی های دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار تمام گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگرد، قبرهایشان را با نور قرآن منور بگرداند، عاقبت و آخرت همه ما را نیک بکند. خدا قلب های ما، فرزندان ما، کشور ما و امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و منور و با برکت بگرداند و این ملت ما را همیشه با علم و با خیرت و با نور بگرداند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.